روح به این سادگی هم متوجه چیزی نمیشه، به این سادگی هم توجهش از چیزی برنمیاد. اگه سراغ شکم پرستی رفتی یعنی واقعا روحت متمرکز بر این میشه. ببین شکم پرستی ما چه جوری دیگه غذا بخوریم؟ اون غذا میخوری سیر میشی دیگه. نه، چه غذایی بخوریم؟ چه جوری این غذا رو بخوریم؟ ببین یعنی به ایده‌هایی رسیدن که ناشی از اینکه این وهمیه کار افتاده. رستوران توی ژاپن کایابوکیا مثلا آوردن میمون غذا سرو میکنه، میمون تربیت کردن میمون نمیاد. اون چی مثلا حالا آدم بیاره غذا رو، میمون چرا برداری بیاره؟ نه آقا بریم یه رستوران میمون غذا میاریم. که می فکر بکنید رستوران از چه میدونم یه نفر رو برهنه میکنن روی بدن این غذا سرو میکنن. ببین چرا؟ برای اینکه اینقدر شکم پرستی کردین دیگه وهمیه به کار افتاده، میگین تکراری شده بیا این کارو انجام. چرا دارن این کارو انجام میدن؟ به خاطر اینکه بشر وهمیه کنترل اون دو تا قوه دیگه رو به دست گرفته و اینا از تعادل خارج شده، داره همینجوری پیش میبره. رستورانایی که توی محیط توالت غذا سرو میکنن و ظرفشون شبیه سنگ توالته، یادم حالش به هم میخوره. این چیه که این برای شما حالتون به هم میخوره چون هنوز سالمه، اون چرا حالش به هم نمیخوره؟ میره اون رستوران‌های شام در آسمان، دینر این اسکای، با جر ثقیل شما رو میزتون رو بلند میکنن، اون بالا شام میخوره. رستورانی هستش بهش میگن بانکوئت، هیومن بانکوئت، رستوران ضیافت انسانی. خود غذا رو شبیه انسان میپزن، یعنی یه آدم میذارن یه دست میذارن جلو میگن بخور. یعنی شما به انسان خاری میری انجام میدی. اینقدر به شکمش رسیده دیگه وهمیه کار افتاد. بله آقا حالا شما ببین روزه داره چیکار میکنه. روزه دقیقاً برای کنترل هم میگه با همین نون عادی که سر سفره رو پهن میکنم 490 میشیم جلوش میخوریم، همینم نمیخوریم. این چه اصلی داره؟ این وهمیه، مثل غضب، مثل حکمرانی به وجود میاد.